سلام دوستان، امروز اومدیم با بررسی یه موضوعی که این موضوع خیلی توی بازار مشتریان باهاش مواجه میشن و اونم دستگاه جی پی چینیه که به عنوان اورجینال داره فروخته میشه. دوستان اینو مخصوصا برای کسایی میگم که مبتدی ان و میخوان یه خریدی داشته باشن از جی پی. از لحاظ ظاهری این دو دستگاه هیچ فرقی با همدیگه ندارن. همینطور که مشاهده میکنید هیچ فرقی با همدیگه ندارن. چند تا مشخصه وجود داره که شما میتونید فرق این دو تا دستگاه رو با همدیگه متوجه شید و اصالت دستگاه خودتون رو تایید کنید. اولین مسئله‌ای که وجود داره، حالا امیدوارم که توی ذهنتون هم حدس بزنید که کدومش اصلیه و کدومش فیکه. اما یه مسئله‌ای که وجود داره، یکی از راههایی که میتونید اصالت دستگاه رو متوجه شید از طریق لیبل خوان خود دستگاه است. لیبل خوان خود دستگاه رو من ببینید روی اورجینال که میکشیم یه سیکرت کدی میده، ماینلب جنین، اصلی بودن دستگاه رو متوجه میشید. اما روی چینی ببینید هیچ کدی بهتون نمیده، یه نوشته میده، میبینید که هیچ سیکرت کدی هم نمیده که شما متوجه شید که این دستگاه اورجینال هست یا نه. و یه مسئله دیگه هم که وجود داره، زیر دستگاه رو بهتون نشون بدم. ببینید یه سریال نامبری وجود داره، شما از طریق این سریال نامبر میتونید اصالت دستگاه رو تایید کنید از سایت خود ماینلب. اما این سریال نامبری که اینجا زده شده فیکه در واقع و هیچ تاییدیه از خود سایت نمیگیرید. دوستان توجه داشته باشید که این روزا توی بازار همین دستگاه چینی رو دارن به قیمتی میفروشن که شما میتونید با 20 تومن، 30 تومن، 40 تومن هزینه بیشتر دستگاه اورجینال بگیرید. خب چرا من بیام یه کاری کنم که یه دستگاه فیک بگیرم و 2 روز دیگه نه ضمانتی هم وجود داره، نه کسی هم میاد بهتون میگه که آقا این فلانه، چون موقع فروش میگم هیچ فرقی با هم دیگه ندارن و سر حرف نمیشه ثابت کرد این مسئله. خواهش میکنم که از افرادی سعی کنید خرید کنید که طرف بهتون حداقل تضمین بده، ضمانت بده، نه سر حرف، اعتبار خودش و مسلما فردی باشه که توی این بازار اعتبار داشته باشه و کسی باشه که از لحاظ تجربه و از لحاظ اعتبار کاری سعی کنه اورجینال فقط پیش بره. میگم با چینی فروختن شاید طرف جیب خودش رو پر کنه ولی خب فایده ای نداره که چی. سعی کنید که میگم این دوستان این مسئله رعایت کنید. حالا جدا از اینکه توی کار خیلی فرق‌ها دارن که من توی پست‌های بعدی بهتون میگم که توی کار دقیقاً فرقشون چیه، اما میگم به این مورد توجه کنید. خوشحال میشم از ما حمایت کنید. ما تنها کاری که داریم بهتون معرفی میکنیم کارهای اورجینال و اصلا حاشیه نمیریم و هر چیزی که مورد تایید کمپانی‌های با اصالت باشه ما در خدمت شما هست.